میخوام چند تا از بهترین هتریکا رو نشونت بدم تا دفعه بعد وقتی که این عکس عمو سامو میبینی با خودت نگی شاهکار کرد. من خودم اینو هستم. اولین هتریک به یاد ماندنی برای رونالدو برزیلیه، زمانی که یونایتد و رئال در فینال لیگ قهرمانان به هم خوردن. توی این بازی نازاریا نشون داد که قبل از مصدومیت چه غولی برای خودش بوده. کیر منم نیستی، ببخشینو. جالبه بدونید که کل اولترافورد براش ایستاده کف زد. هتریک بعدی برای سال 2007 زمانی که مسی 19 ساله به 3 گل رسید، اما این پسر 19 ساله هر بار تیمش رو با خودش هندل میکرد. و در نهایت شاهکارترین هتریک CR7 مال زمانیه که اسپانیا 3 گل زد، اما کریس بلند شد و گفت من خدا مادر بنابراین توپو گرفت و مستقیم 3 بار کردش توی دروازه داوید دخا. اما اگه بخوایم جدی باشیم واقعا عمو سام پوکر کرد. کن عقب مانده.